بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و سلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. هزاران سلام و هزاران درود خدمت همه شما خوبان هر جای دنیا که هستید. همیشه زندگی شاد باشید و پیروز و شادکام و در پناه الله. عزیزان، در مورد تغییر و چگونگی تغییر آفرینی در خودمون سخن می گفتیم و اینی که ما چه راهکارهایی رو یا چه فن و فوتهایی رو میتونیم کسب کنیم تا خودمون رو عوض کنیم، اطرافیانمون رو کمک کنیم برای عوض شدن. ببینید عزیزان، یه چیزی که بسیاری از افراد ازش گله‌مند هستند و توش موندن اینی که ما یه افرادی رو خوب تربیت میکنیم، انسان‌های سربزیر، مؤدب، کار به کار کسی ندارند، اهل نماز و اهل طاعت و اهل عبادت، حافظ قرآن. بعد از مدتی این فرد میره مثلا پیش یک ظالمی، میشه مثلا اهل قرآن هست و حافظ قرآن هست، میشه ابزار یک طاغوت استبدادگر، میشه مثلا یک نوکر و جیره‌خوار یک فرعون. یعنی اهل قرآن هست و قرآن لعنتش میکنه، اهل طاعت و عبادت هست و عبادتش لعنتش میکنه. اگر یادتون باشه در زمانهای بسیار تاریخ وقتی میخونید، وقتی که یکی از افراد بسیار دیکتاتورهای بسیار وحشتناکی که در مصر چیره شد بر مصر، این یک دانشجویی رو انتخاب کرد و فرستاد به فرانسه که مثلا از اونجا علم و دانش روز رو به مصر منتقل کنند. اینها انتخابشون از کجا بود؟ از معاهد ازهر، یعنی افرادی که انتخاب کردند افراد اهل دین و به قول خودمون حوزوی، و یه ملایی هم رفاع تحتوی رو با اونها فرستادن. این افراد وقتی برگشتن به مصر، اینها افرادی بودن که به جای اینکه علم و دانش رو بیارن، رقص و طرب و نمیدونم فلسفه و چیزهای بیهوده‌ای رو آوردن برای مصر و از به اصطلاح اون بستر اول دعوت به الحاد و بیدینی رو اینها گذاشتن. حتی اون مولایی که باشون رفته بود برگشت، این رو فرستاده بود که مثلا مواظب نماز و عبادت اینها باشه. این اومد و اینجا دیگه فقط مدح و ثنای فرانسه میگفت که آقا تو فرانسه چی بود و چی دیدم و چی شنیدم. چه چیزی باعث میشه که یک فرد صالح و نیک و خوبی رو که ما در تصور خودمون داریم، وقتی برای یه فرصت مثلا آموزشی میفرستیم برای یک کشور خارجه، برمیگرده ملحد و بیدین و نمیدونم یه قالتاق و یه چیزی دیگه. این برمیگرده نه به اینی که مثلا ما به اینها آموزه های دینی درست ندادیم، نه خیر، اما مهمتر از آموزه هایی که ما به بچه‌مون یاد میدیم، به فرد یاد میدیم، ساختار شخصیتی اونه که این فرد بتونه به خودش به اصطلاح افتخار بکنه. ببینید وقتی خداوند متعال به ما میگه و من احسن قولا ممن دعا الی الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین هم داره. یعنی هیچ کسی از اون کسی که دعوت بکنه به سوی الله و عمل صالح انجام بده بهتر و برتر نیست، اما اون کسی که قال اننی من المسلمین با افتخار میگه که من مسلمونم، افتخار کردن به دین و هویت خودش، که این انعکاس چی است؟ انعکاس قوت شخصیتی است. یعنی وقتی که در هر جایی میرسه، وقتی چیزی مخالف با ارزش ها و دین اسلام هست، میگه آقا من مسلمونم. این چیزی که شما میگید چیز چرندیه، این چیز با عقل منطق نمیخونه. آها بیاید شما چیزی که کجا رفتید؟ شما دارید کاری میکنید، کار عقل حیوانات هم بیشتر از این کار میکنه. شما کار داری میگید؟ چه حرفی داری میزنید؟ من مسلمونم، بیاید از من یاد بگیرید، از من ارزش ها رو بگیرید. امر به معروف نهی از منکر، این شاخصه شخصیتی اون هست. اگر ما همچین کاری رو نکنیم و همچنین حالا چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که شما میبینید که فرد وقتی که در یک محیطی قرار میگیره، محیط منحرف، یا ببینید ما یک روانشناسی شخصی داریم. روانشناسی شخصی اهتمام میده به خود فرد، شخصیت خود فرد. یه روانشناسی اجتماعی داریم که اون اهتمام میده به جایگاه فرد در جامعه، در یک وضعیتی که شما قرار بگیرید، در یک منصبی قرار بگیرید، در یک موقعیتی قرار بگیرید، اونجا چه کار میکنین؟
یعنی وقتی که منصب، ببین ما مثلا الان توی جوامع خودمون داریم، وقتی میبینی که یک پلیسی اومده راهنما رانندگی وسط راه رو گرفته، طرف از اون ور میاد، خب مثلا کسی که بذاره آن را که حساب باک است از محاسبه چه باک است. من گواهینامه رانندگی رو دارم، همه با اوراق ماشین هم درسته، من چرا بترسم؟ اما میبینی که اون از طرف از اونجا که میاد دیگه داره میلرزه، حتی ماشینش هم با خودش داره میلرزه. وقتی نزدیک میشه به پلیس راهنما رانندگی، پلیس هم میاد انگار که چی؟ انگار که خداست، میاد این رو مورد محاسبه قرار میده. آقا گواهینامه شو داره، هیچ مشکلی نداره. آقا با اوراق ماشینت این هم هیچ مشکلی نیست. پایان خدمت حالا چه ربطی به پلیس داره؟ پایان خدمت میخواد. آقا پول بیمه رو دادید؟ بله دادیم. خب این چه ربطی به پلیس داره؟ آقا این خانومی که کنارت هست چیکارات؟ خانومم. برگ ازدواج. آقا این بچه‌ها مال خودتن؟ بله. برگ شناسنامه. نمیدونم اسم مادر بزرگت، اسم پدر بزرگت. اینقدر این بیچاره هم دیگه همینجا میلرزه، هرچی اون میگه جواب باید بده، چون که فکر میکنه که ملزمه که به حساب هر حرف اون جواب بده. یعنی این میگرده این ور اون ور. آقا چرا این چاق دی کمکی چشش گجه؟ خب یعنی باید آقا پلیس نوکرتم، آقا درستش میکنم فلان است، یک بهانه های واهی. و این آقا هم مثل برده قربونت برم الهی فدات بسم بهش ننویسیدم اینم جریمم نکن. خب حالا اینو هدیه رو از طرف ما بگیر. بعضی پلیسا که مثلا خیلی با وجدان هم هستن میگن خب حالا این پولی که دادی به حلالمه حرام نمیکنه. یعنی خودشون واقعا این حالت مسخره. حالا من میگم یک کار دیگه بکنیم، بیاییم این پلیسه رو لباسشو بکشیم، لباس این راننده رو تنش بکنیم، این راننده رو بگذاریم پلیس بشه، لباس این یونیفرم پلیسی رو تنش کنیم، همینجا نگهشون داریم، ببینیم که چه اتفاقی میفته. میبینی که این راننده دقیقا همون نقشی رو بازی میکنه که پلیس چند وقت پیش بازی کرد. اینجا چه هست؟ قضیه این نیست، قضیه اون خودباختگی، فقدان شخصیت. این یونیفرم اون ساخت. خب یعنی وقتی شما میایید توی این روزها که مثلا مردم میگن به تنگ اومدند، از فقر، بیچارگی، از درماندگی، از آینده مجهول و از همین اینا میریزن توی خیابون، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خمینی، مرگ بر خمینی، مرگ بر هر آخوندی که تو دنیا هست، آقا آخوندا رو بگیرید پدرشون رو در بیارید فلان، از این حرف. چه اتفاقی میفته؟ میبینی که یک گروهی ریختن در اینا رو میکشن میندازن. حالا اگر 4 ساعت 5 ساعت پیش نگاه می‌کردیم، چه 4 5 ساعت پیش همین آقایی که اسلحه به دست داره و داره مردم رو میکشه با اون آقایی که کشته میشه، اینا خواهر برادر و عزیز و پسرعمو هستن. 4 ساعت پیش اینا با هم صبحانه خوردن، تو خونه با هم بودن. بعدش چی شد؟ بعدش این آقا یونیفرم خودش رو تنش کرد و اسلحه‌اش رو به دست گرفت، اومد سر کارش. اون آقا از بس که به اصطلاح فشار روش هست اومده توی خیابون حقش رو میخواد. این برادرش پسرعموشه با همن. این آقا میگه مثلا این آقایی که شعار میده چی میگه؟ میگه آقا ما فقیریم، بدبختیم، مال و ثروتمون کجاست؟ خب اون از مال و ثروت خودش حرف نمیزنه، از مال و ثروت و بدبختی این آقایی که به اصطلاح به طرف شلیک میکنم حرف میزنه. یعنی اون داره دفاع میکنه از حق این آقایی که داره به شلیک میکنه. اما چی؟ این یونیفرم این رو آورد از یک انسان طبیعی آورد به یک وحشی، یک گرگ درنده تبدیل کرد. این به چه برمیگرده؟ به همون ضعف شخصیت. ما در تاریخ مثالهای زیادی از این داریم. در سال 1962 آقای ملتون اوبته، یکی از به اصطلاح انسان‌های فریخته و فهمیده اوگاندا، گفت آقا ما چرا 68 ساله که ما نوکر انگلیسیم و انگلیس داره ما رو میچاپه و میبره و فلان. یه حرکت آزادی خواهی رو رهبری کرد و کشور رو گرفت. کشور رو که گرفت این شد آقا چی؟ شد رئیس وزراء، بعد شد رئیس جمهور. وقتی رئیس جمهور شد دیگه هیچی دیگه، مردم بردند و من فرعون شروع کرد به فرعون بازی کردن. مردم رو زندان بکن، شکنجه بکن، چه بلایی سر مردم در بیار و فلان.
مدت‌ها گذشت و این بدبختی ادامه داشت تا سال 1971، یعنی 4 سال مردم این ظلم و ستم رو تحمل کردند. بعدش یه آقایی که ژنرال بود در اوگاندا به نام آدی امین، این آدی امین دید که این خیلی دیگه پا رو از گلیمش درازتر کرده، ما مردم الان آرزو میکنند که ای کاش همون انگلیسا می بودن. گرفت کودتا کرد و حکومت رو گرفت. از سال 1971 تا 1979 یعنی 8 سال این آقای ژنرال خان روی عرش پادشاهی نشست. در این 8 سال 500,000 نفر رو قتل عام کرد. 500,000 از ملت خودش رو، از اوگاندایی ها رو کشت. این مگه برای کشتن اومده بود؟ این مثلا اومده بود که آقا من عدالت رو برپا میکنم، من شما رو از اون بدبختی و فلاکتی که هستی نجاتتون میدم فلان اینا. یک بیماری که در افراد هست، این فقدان شخصیتی. شما میبینید این روزا مثلا توی ایران یک علمشنگی به پا رفتن. آقا چی؟ آقا خانمایی میان و حجابشون رو در میارن و آتیش میزنن. حالا من میخوام بپرسم بین اون چماق به دست نظامی که اومده توی خیابون و یه قیچی هم به دستشه که آقا هر خانمی که حجابش خرابه بزن تو کلش یا موهاشو با قیچی مثلا چمنزنی بزن، و بین این خانومی که حجابش رو در میاره و آتیش میزنه فرق چیه؟ این ضد حجاب، اون حجاب اجباری، این لختی اجباری میخواد، اون حجاب اجباری رو میخواد تحمیل بکنه. اینا بیمار، انسانهای بیمار، انسانهای بی‌هویت، انسانهایی که توی یک فشار قرار دارن و یعنی شما الانی که ریختید توی خیابون مشکلتون آیا حجاب هست؟ یعنی شما مثلا مشکلتون با نظام همین است که حجاب هست، این نظام مثلا عدالت هست، حقوقتون رو رعایت کرده، عدالت اجتماعی هست، پولتون چاپیده نمیشه، آیندهتون ضمانت هست، زندگیتون بهترینه، آموزش، بهداشت، همه خدمت ها رو دارید، شما گل و گل دارید در جامعه زندگی میکنید، فقط همینی که آقا من میخوام 2 تار موش هم بیرون باشه نمیذارن، من دیگه اومدم ریختم به خیابون. آیا مشکل همینه؟ نه آقا، حکایت فراتر از این هست. یعنی کشور رو چاپیدن بردن، آیندهت رو داغون کردن، کشورت رو استعمارگران رو، چین رو از این و روسیه رو از اون و آمریکا و اروپا رو از این و آوردن و خیرات رو دارن میبرن. هیچ چیزی از این کشور مال تو نیست. تو یه برده‌ای حلقه به گوش به یک وضعیت بسیار فلاکتی زندگی میکنی، نفتت، گازت، خیراتت، همه چیز مال دیگران هست. خورد و خوراکت رو دارن میفرستند روسیه تا بزنه مثلا اوکراینی ها رو بکشه. از این ور اموال و ثروت های تو همه چی، ناموست در خطر، جانت در خطر، هیچی نداری. الان مشکل مثلا 2 تار موست. اما ببین چطور اینا همش چی هست؟ فقدان شخصیت، هویت وجود نداره اینجا. چون قضیه هویت اصلا فرد ضایع شده. اونی که مثلا ظلم میکنه ضایع است، اونی که مظلوم قرار میده ضایع است. این نبود شخصیت یا تربیت نگرد، ساختار شخصیت خیلی مهم است. یعنی من یادم هست وقتی که همین رهبر ایران آقای خامنه‌ای وقتی که توی شهر سراوان تبعید بود و توی مدرسه‌ای مثلا حوزه علمیه مثلا سرجو در شهر سراوان مال شهید شهداد مسکانزئی، شهید شهداد مسکانزئی این مثلا خامنه‌ای رو پیش خودشون جا داده بود. یه مولای شیعی بیچاره‌ای هست در بدر اینجا اومده اینو مثلا جا داده بود. بس بعد مردم دیگه خب یه آدم بیگانه‌ای هست اینجاست، مردم بلوش هم خدمتش میکردن، از جمله کسایی که مثلا براشون تو خونه غذا درست میکردن و مثلا بهشون میرسوندن، چون که مهمان جناب شیخ بود. بابام بود. بابا میگه ما یه وقت غذا رو گرفتیم از خونه بردیم پیش آقای خامنه‌ای که بهش غذا برسونیم، دیدیم که در محضر شیخ زانو زده اونجا گریه میکنه که شما چرا به ما میگید کافر؟ خب اون شیخ هم بهش میگه که ما که به تو نگفتیم کافر، ما یه قوانینی داریم، دین مال بابای من نیست که قانون بذاره، مال خداست.
هر کسی که قرآن خدا رو قبول نداره، هر کسی که به پیامبر فحش و ناسزا میگه، به همسرای پیامبر فحش و ناسزا میگه، صحابه رو فحش و ناسزا میگه، قبولشون نداره، اونها رو مرتد میدونه، امهات المؤمنین رو مرتد میگه، کافر میگه، مسلمونا رو کافر میگه. خب ما میگیم همچین کسی با اسلام ربطی نداره، میگه ما این حرفا رو نمیزنیم. خب حالا که شما این حرفا رو نزدید، ما هم با شما مشکلی نداریم، شما مهمون ما هستین. این فردی که در همچنین حالتی قرار داره، در حالت استضعاف، در حالت اینکه آقا منو قبول کنید به عنوان یک مسلمون، این فرد میاد یک موقعیت دیگه ای براش ایجاد میشه. این در این موقعیت این آقا در سلطه علیا قرار میگیره و همین آقاست که کل امت رو کافر میدونه، خودش رو رهبر مسلمان های جهان میدونه. هر جنایتی که در تصور بدترین هتلر رو نمیدونم چنگیز و بدترین شیطان روی زمین هست تصور میره که اونا کرده باشن، این بدترش رو انجام میده. مسلمون ها رو در عراق قتل عام میکنه، در سوریه قتل عام، در یمن قتل عام، در نیجریه قتل عام، در پاکستان فتنه و فساد، در افغانستان فتنه و فساد، در تاجیکستان جامعه تاجیکی رو به هم میریزه و فتنه و فساد. هر جا ببینی که این آقا دستش رسیده، اونجا غیر از فتنه و فساد و آشوب کاری دیگه نکرد. این همون آدم مظلوم طبعی بود که مثلا کتاب فی ظلال القرآن رو جزء اولش رو به صورت ترجمه کرده بود، یا چیزی از سوره بقره رو ترجمه کرده بود، بعضی از کتاب‌های اهل سنت آینده در قلمرو اسلام رو ترجمه کرده بود و فلان. این هم آقاست، چیزی از قرآن حفظ داره، چیزی از دین میفهمی، چیزی فلان. چطور این آقایی که در یک وضعیتی بود که آقا میگشت در بین مسلمان ها که آقا من مسلمانم، منو به عنوان مسلمان قبول داری کنید، من از اون تکفیری ها و از اون بدجنس ها و از اون رافضی ها نیستم، این آقا میاد و در یک موقعیت دیگه قرار میگیره، چنین وضعیتی پیدا میکنیم. این به اصطلاح یک بحران شخصیتی است، یک به اصطلاح چالش بسیار بزرگی هست که افراد و جوامع در اون گریبانگیر جوامع هست. در دانشگاه استنفورد یک روانشناس اومد یک تجربه ای رو انجام داد که مشهور به تجربه زندان جامعه استنفورد یا تجربه زندان دانشگاه استنفورد. این آقا که اسمش بود فیلیپ زیمبارت در 1973 این آقا چیکار کرد؟ اومد در روزنامه اعلام کرد که آقا ما یک به اصطلاح برنامه مثلا یک آزمایشی رو میخوایم انجام بدیم، کسایی که داوطلبن ثبت نام کنن، برای هر روزی هم $15 که اون وقتا مبلغ هنگفتی بود به افراد شرکت کننده میدیم و مدت این برنامه هم 2 هفته است. 70 نفر ثبت نام کردن، اینا اومدن و این 70 نفر رو نگاه کردن و از اینها در ظاهر مثلا باشون یک نشستی داشتن و در این نشست فقط این رو میپرسیدن که آقا مثلا این بیماری روانی نداشته باشه، مشکلات بیماری های به اصطلاح دیگه نداشته باشه، الکل و سیگار و اینجور چیزا معتاد نباشه، انسان های سالم. 14 نفر یا 24 نفر از انسان های سالم رو انتخاب کردند از این 75 نفری که به اصطلاح ثبت نام کردن. بعد اومدن اینها رو بدون در نظر گرفتن به اصطلاح شکل و قیافه و چیزون همینجور به اصطلاح 2 قسمت کردن. یک قسمت گفتن که شما آقا نقش زندانی رو بازی میکنید، یک قسمت شما نقش زندانبان. این زندانبان ها رو لباس زندانبان و عصا و اسلحه و اینا در اختیارشون گذاشتن و زندانی ها رو هم به اصطلاح پلیس رفت، اینایی که زندانی به اصطلاح قرار بود نقش زندانی باز کنن، اینا رو دستگیر کرد، آورد تحویل اونهای دیگه داد در یک جایی که به اصطلاح مثل زندان آماده کرده بودن. اینا وقتی آوردند فوراً لباساشون رو کندند و یک لباس ساده زندانی تو تن اینها قرار دادن تا احساس بکنن که زندانی هستند و دیگه اون زندانبانها اومدن با اینها به اصطلاح به عنوان یک زندانی رفتار میکنن، اینا رو تنبیه میکردن، مجبور میشن دستور رو تمیز بکنن با دستشون، نمیدونم، و هر اشتباهی یا کمی کاستی میکردن اینا رو کتک میزدن زندان.
طوری اینها این انسان اینا رفیق بودن، همکلاسی و دوست و رفیق هم دیگه بودن تو دانشگاه و وقتی هم با هم نشستن با یک گفتمان خوب و به اصطلاح که یک نقشی ما بازی میکنیم. اما همینی که اون گروه زندانبان لباس زندانبانی رو پوشیده بودن، اسلحه دستشون بود و امکانات به اصطلاح شکنجه در اختیار داشتن و اینا دیگه غیر از اون بودن، یک حالت بسیار وحشتناکی به وجود اومد که اون زندانبانها اینها رو به شدت شکنجه میکردند و اینها همش به اصطلاح اون روانشناسا اینا همه جا به اصطلاح دوربین مدار بسته بود، اینا رو تماشا میکردند تا ببینن که چه تأثیری در تغییر موقعیت. یعنی طوری این قضیه پیش رفت که اونا ترسیدند که نکنه اینا کشته بشن. 6 روز نگذشته بود از این ماجرا، کل مسئله رو جمع کردن و دیدن که نه، افراد روانی شدن. یعنی اون زندانبان ها باورشون شده بود که فرعونند و زندانبان هستند و باید شکنجه بکنند و از شکنجه لذت می بردن. اون بیچاره های دیگه مظلوم و بیچاره و اونها کتک می شدند و زندانی بودند و باید احساس می کردند که باید مثلا در مظلوم قرار گرفتن و باید تحمل بکنند. و یک حالتی که بیان گرندن یک، یعنی در ما انسان ها یک حس گرگ صفتی و حیوانیت هست. همونطوری که ما میتونیم ملائکه بشیم، از ملائکه هم بهتر بشیم، همونطور از حیوانات و حیوانات پستر میشیم. وقتی که انسان عقل و درایت و ارزش ها رو بذاره کنار، دیگه یک گرگ وحشتناک بشه. الان تو جامعه بشری شما حرفایی میشنوید که در بین حیوانات و دنیای حیوانات وجود نداره. قضیه هم جنسگرایی و لواطت و نمیدونم فحشایی که در غرب به صورت سیستماتیک بر جوامع تحمیل میشه، دزدیدن بچهای مردم و گرفتن بچهای مردم و به دیگران دادن، نمیدونم تجاوز، قتل کودکان و پدر مادرهای کودکانشون رو میکشند، نمیدونم دزدی کودکان، تجاوز به کودکان، زنها، اون چیز وحشیگری که در غرب و شرق شما ازش میشنوید، این در بین حیوانات وجود نداره. اینا همش برمیگرده به چی؟ به همون ساختار شخصیتی. وقتی که ما یک ساختار شخصیتی نابسامان داشته باشیم، اینجاست که میبینیم که تعالیم دین ما رو یه جوری دیگه میسازه. یعنی در تعالیم دین مبین اسلام میبینید که پیامبر میاد به من و شما میگه آقا لا تکن امعه نباش. امعه یعنی دنبال دیگران رو کسی که از خودش یک مثل یک گله‌ای گوسفندی دارن راه میرن، تو همسرت رو بگیری پایین بیایی که من با دیگرانم، اگر دیگران خوبی کردن من خوبی میکنم، اگر دیگران بدی کردن من بدی میکنم. میفرماید وَاطِّنُوا انفسکم، خودتون رو بسازید، طوری خودتون رو بسازید که اگر دیگران بدی کردن من خوبی میکنم، اگر دیگران خوبی کردن من تشویقشون میکنم و همراهشون هستم. یعنی این خوبی و خصلت ارزش ها وَاطِّنُوا انفسکم، اینها رو وطن خودتون قرار بدید. انگار که شما وطنید برای، یعنی جایگاهید، مرکزید برای چی؟ برای خوبی ها و ارزش ها. این در قرآن کریم میاد به ما میگه ان ابراهیم کان امه. ابراهیم تک تنها. ابراهیم کی بود؟ سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. این جمعونه که ذکر این بت‌ها و اینا رو میکرد. ابراهیم تک تنها میره بت‌ها رو میشکنه. ابراهیم تک تنها با یک امپراتور نمرود و قومش در میفته. ابراهیم تک تنها رو میندازن تو منجنیق و تو آتیش میذارن. ابراهیم همش این پسر بچه، همین جوونکی که به اصطلاح تو چشم مردم نمیاد، قرآن به ما میگه که ابراهیم کان امه. یعنی قرآن تمام بشریت اون زمان رو هیچ حساب نمیکنه، ابراهیم رو به تنهایی امت حساب میکنه. پس قضیه تعداد کثرت مردم نیست. و ما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، شما هر چه تلاش کنید بیشتر مردم هم مؤمن نمیشن. قضیه من و تو هست، من و توی انسان. و میبینی که تعالیم قرآن میاد به ما میگه که ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار. اصلا نزدیک نشید، تعاطفی نداشته باشید با ظالما، که اگر با ظالم تعاطف داشته باشی فتمسکم النار، همونطوری که ظالم میفته توی جهنم شما هم میفته توی جهنم.
یعنی ما حق نداریم با ظالم دوستی کنیم، با ظالم نزدیک بشیم، خدمت ظالم بکنیم، کار برای ظالم بکنیم، هیچ گونه نزدیکی و هیچ گونه تمایل و هیچ گونه لباس مثل ظالم بپوشیم، نمیدونم براش خدمتی رو بکنیم. طرف زندانبان بود در فتنه خلق قرآن، حضرت امام احمد بن حنبل رو زندان کرده بودن. پرسید که یا امام، این احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در مورد ظالمان و به اصطلاح همکارای ظالمان که هست که همشون نیست و نابود میشن و همشون جهنمی هستن، اینا درسته؟ گفت بله. گفت من زندانبان یعنی از جمله کسایی هستم که به اصطلاح کمک ظالم میکنم؟ گفت نه، تو ظالم خودت هستی. اون کسی که کمک ظالم میکنه و نهی است که نباید کمک ظالم بکنه، اونیه که برای تو لباس میدوزه، اونیه که به تو کفش میفروشه، اونیه که به اصطلاح نان میفروشه، اونیه که میری به اصطلاح غذا برات غذا درست میکنه. اونه کسی که کمک کار ظالم است. اما تو خودت ظالم هستی. یک کسی دیگه هم از امام سفیان ثوری پرسید، خیاط بود، برای حاکمی که ظالم بود لباس میدوخت. گفت من از مثلا کمککارای ظالم هستم؟ گفت نه، تو خود ظالمی. کمککار ظالم اون کسیه که به تو نخ میفروشه، اون کسیه که به تو مثلا پارچه میفروشه. این است که حضرت ابن تیمیه میگفت که در خیلی از علمای گذشته میگفتند که اونهایی که همکار ظالم هستند اونهایی هستند که قلم ظالم رو سرش رو میتراشند یا مثلا براش دوات قلم میدن. اینو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در مورد اونها فرموده بود که بعد از من یک امرا و رؤسای ظالمی میان که دروغ میگن و ظلم و ستم میکنن. کسی که پیش اونها بره و حرف اونها رو تصدیق بکنه و اونها رو در ظلمشون کمک بکنه، اون از من نیست ولست منه فلیس منی ولست منه. اون از من نیست و من از اون نیستم. ولیس بوارد علی الحوض، و روز قیامت پیش در حوض کوثر هم پیش من نمیاد. یعنی اون ظالم از جمله مسلمان ها خارجه، نه از من مسلمونه، نه من مسلمون با اون رابطه ای دارم و نه روز قیامت هم با ما همراه هست در حوض کوثر رسول اکرم صلی الله علیه وسلم. اما اون کسی که به اصطلاح دروغاشون رو تصدیق نمیکنه و در ظلم با اونها همکاری نمیکنه، اون با منه و من با اون هستم و روز قیامت دیدار ما در روز حوض کوثر با رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هست. پس همه این حکایت روی باب چه هست؟ اینی که تعالیم دین ما رو تربیت میکنه بر اینو که خودمون باشیم، احساس وجود بکنیم، شخصیت خودمون، جایگاه خودمون. و میبینید که در احادیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم روی قضیه امر به معروف و نهی از منکر تأکید فراوان میشه. امر به معروف و نهی از منکر در واقع اون بیانگر شخصیت شماست که شما وجود دارید و شما باید در جامعه نقش ایفا کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد ایها الناس مروا بالمعروف وانهوا عن المنکر قبل ان تدعوا الله فلا یستجیب لكم. ای مردم، جامعه رو به سوی ارزش ها و معروف و خوبی ها دعوت کنید و تشویق بکنید. از بدی ها و زشتی ها و منکرات جامعه رو منع بکنید. نکنه که این کار رو ترک کنید بعد از اون بیایید دعا کنید دعای شما قبول نشه، یعنی رابطتون با خداوند قطع بشه و بعد بیایید استغفار بکنید، توبه و تقصیر و حتی توبهتون استغفارتون قبول نمیشه. و بدونید نترسید از امر به معروف و نهی از منکر، که امر به معروف و نهی از منکر روزی کسی رو قطع نمیکنه. مرگ کسی رو نمیتونه نزدیک بکنه. مرگ در پیش خداوند متعال موعدش مشخصه و همچنین روزی شما مشخصه. و یادتون باشه که علمای یهود و رهبانهای نصارا وقتی که
مسیحی ها، علمای مسیحی ها، یهودی ها وقتی که امر به معروف و نهی از منکر رو ول کردن، لعنهم الله علی لسان انبیائهم، خداوند متعال اونها رو بر زبان پیامبرانشون نفرین کرد. ثم عموا بالبلا، سپس بلای الهی اومد همشون رو در گرفت. یعنی وقتی که خداوند متعال به اصطلاح اونها رو لعنت کرد، به خاطر چی؟ به خاطر اینی که امر به معروف رو ترک کرده بودن. لعن الذين كفروا من بني اسرائیل على لسان داوود و عیسی ابن مریم، لعنت و نفرین کرده شدن کافران بر زبان بنی اسرائیل، بر روی بر زبان لعنت و که نفرین شدند کافرای بنی اسرائیل بر زبان حضرت داوود و عیسی ابن مریم. چرا؟ و ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون، چون که سرپیچی کردند و تجاوز کردند. كانوا لا يتناهون عن منکر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، کار بسیار بد و زشت و ناروایی میکردند و اون اینه که لا يتناهون عن منکر، از منکر و از زشتی ها و اینها جامعه رو برحذر نمی داشتن. ما برخی وقتا میاییم میگیم که خدایا دعا میکنیم و درک نمی کنیم که آقا دعا یه قانون هست، دعا یه عبادته. ما باید دعا بکنیم تا همیشه احساس بکنیم که بنده الله متعال هستیم و از الله. اما دعا خودش کار نیست، دعا خودش فعالیت نیست. دعا یک چیزی است که همراه با فعالیت هست. یعنی ما یک کاری رو میکنیم بعد دعا میکنیم. ما میریم برای جهاد بدر دعا میکنیم که خداوند متعال ما رو نصرت و یاری بده. ما میریم غزوه خندق و خندق رو میکنیم و دعا میکنیم که خداوند متعال به ما پیروزی بده. و همچنین به اصطلاح تمام انبیا همین این رو داریم در همه جوانب که اول آقا حرکت و بعد طلب دعا. یعنی اینی که ما بیایم بشینیم که خدایا بار اله ما رو نصرت بده، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اگر افرادی از ما کارهای زشتی رو انجام دادن ما رو به خاطر حماقت اونها نگیر. نه، خداوند متعال تو رو به خاطر حماقت اونها میگیره. چرا میگی که اگر از ما افرادی به اصطلاح بدی کردن ما رو به اصطلاح به گناه اونها نگیر؟ چرا جلوی اون احمقا رو حماقت هاشون رو نگرفتی؟ یعنی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، جامعه رو به معروف و به خوبی ها امر میکنید، دستور میدید و ارزش ها رو در جامعه نهادینه میکنید. یعنی ببین این شیوه بیان پیامبر با این شدت، یا لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، یا واقعا جامعه رو به سوی ارزش ها و خوبی ها دعوت میکنید و از ضد ارزش ها و بدی ها باز میدارین. ولا تأخذن علی ید السفیه، و دست احمق و ناتوان و سفیه رو میگیرید. یک کسی نادان احمق دستش رو بگیر. ولا تأترنه علی الحق اطرا، و اون رو میگیرید و به زور بیارید میشونید سر جاش. یعنی این نیست که دیگه آقا من برم خواهش تمنا بکنم که آقای احمق، آقای نادان، آقای چی این کارا نکن بعد فلان، نه، دستش رو میگیری مجبورش میکنی. احمق دیگه، نادان چیکاری میکنه؟ دیوونه است. حالا این دیوونه میتونه استانداری باشه، میتونه شهرداری باشه، میتونه رئیس قبیله‌ای باشه، میتونه مولایی باشه، میتونه آخوندی باشه، میتونه یه رهبری باشه، میتونه کسی دیگه باشه. در هر موقعیتی که هست مجبورش میکنه که جایگاه خودش رو بدونه، پا رو از گریم خودش دراستر نکنه، تجاوز نکنه به حق دیگران، ظلم نکنه به حق دیگران. لتعترنه علی الحق اطرا، پوزش رو میمالید و مجبورش میکنه که روی حق باشه. او لیضربن الله قلوب بعضکم علی بعض، اگر این کار نکنید خداوند متعال دلهای شما رو به هم دیگه میزنه. ثم لینعنهم کما لعنکم کما لعنهم، اون وقت با هم دشمن میشین، متنفر میشید از هم دیگه. و اون وقتی که خداوند متعال شما رو نفرین میکنه همونطوری که به اصطلاح بنی اسرائیل رو نفرین کرد. پس قضیه این نیست یعنی که ما آقا دعا کردیم و آدمای خوبی داریم بریم پیش آقای فلانی آدم صالحی هست و فلان. نه، حتی صالحانتون، حتی نیکانتون، آقا اومده بهترین انسان با تقوا، پرهیزکار، صالح، نیکو، آدم خوبی هست، باز هم همین نیکویی که اولیاء الله هست باز هم دعاش قبول نمیشه. چرا؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر، آیا امر به معروف و نهی از منکر رو میکنید؟ او لیسلطن الله علیکم شرارکم،
یا اینی که خداوند متعال بدترینایتون رو، وحشی ترینایتون رو، گرگ صفت ترینایتون رو بر شما مسلط میکنه. فلیسومونکم سوء العذاب، که شما رو شکنجه میکنند و بدترین عذاب رو سر شما میارند. ثم یدعو خیارکم فلا یستجاب لهم، سپس بهترینای شما دعا میکنند، صالحا و نیکای شما دعا میکنند، حتی دعای اونها هم پذیرفته نمیشه. لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنکر او لیبعثن الله علیکم من لا یرحم صغیرکم ولا یوقر کبیرکم. یا امر به معروف و نهی از منکر میکنید، یا اینی که خداوند متعال افراد شرور و ظالم و مستبدی رو بر شما مسلط میکنه که نه به کوچکای شما رحم کنن، نه به بچهای شما رحم کنن، نه به بزرگای شما رحم کنن، نه احترامی برای بزرگ داشته باشن، نه رحم و شفقتی بر کوچیک داشته باشن. یعنی یک گرگ‌های درنده رو به جای شما میاندازه. پس باید خیلی هوامون جمع باشه که ما در ساختار شخصیتیمون باید خیلی دقت کنیم که یک انسانهایی رو به جامعه تحویل بدیم که به اصطلاح انسانهای افتخار کنن به خودشون، احساس بردگی و پستی و فلاکت و بیچارگی نکنن. این مبحث خیلی مبحث مهم و بسیار دقیقی هست. الان مدرسه آغاز میشه، ما باید درک بکنیم که چی داریم تربیت میکنیم. معلمای عزیز، خانواده های عزیز، روی ساختار شخصیتی کودکان، روی ساختار شخصیتی افراد کار بکنیم. انسان هایی که به خودشون رو باور دارن، انسان هایی که ذلت و خواری رو قبول ندارن. لقد کرمنا بنی آدم و لقد کرمنا بنی آدم، خداوند متعال میگه که ما کرامت دادیم به بنی آدم. انسان هایی که حاضر نیستن این کرامت و عزت و شرافت خودشون رو بندازن به زمین، باید اینجوری تربیت بشن که بتونن یک انسانهای پربار، پر انرژی و با امید. یعنی الان ما برنامه زندگی خانوادگیمون رو روی چی فوکسش بکنیم؟ روی ساختار شخصیتی، روی سر به زیر بودن و حرف شنایی بچه نه، روی شخصیت بچه‌ای که اگر یک جای بدی قرار گرفت بتونه بگه نه، بتونه بگه که این در شأن من نیست، من انسان نیستم که مثلا همچنین کار زشتی رو انجام بدم، من خودم هستم و من حاضر نیستم که هویت خودم رو پایمال بکنم، حاضر نیستم که مثلا دنبال هر کس و ناکسی را بیفتم. اگر ما همچین کاری رو نکردیم و فقط گفتیم که بچه ما بسیار خوبی است و حرف شنو است، سرمیزیر است، خب حرف شنو از امروز حرف شنو توی پدری هست که روش ظلم میکنی، یک قانونی رو گذاشتی و توی زیر سلطه تو اون مجبوره که سرش رو پایین بگیره. فردا وقتی جای دیگه رفت همینجور یک سلطه دیگه قرار گرفت، توی برده اون سلطه میشیم. پس بچه‌هامون و خانواده‌مون رو برده خودمون نکنیم، بهشون یاد بدیم که بنده الله متعال باشن، نظارت الله داشته باشن. و سیستم آموزشی ما یک سیستم افلاکی ویرانگر هست، از بعد تربیتی صفر، از بعد آموزشی بسیار پایین. یک مجموعه ای از دانسته ها و انفورمیشن های کهنه، چیزایی که اصلا پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به خداش پناه میبرد. اللهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع، خدای بارالله من به تو پناه میبرم از علم و دانشی که توش فایده نباشه. پس هر علم و دانشی فایده نداره. خیلی از علوم و خیلی از دانش ها هست که مرده، وقتش رفته، من چرا وقتمو براش ضایع کنم؟ خیلی از علم و دانش هایی بود که علم غلطی بود، تاریخ گذراندش، انداختش تو زباله. یک تصورات انسان‌هایی در یک برهه زمان در یک تخلفی بودن، یک همچه حرفایی زدند و رفت. اینها رو من چرا برای این وقت ضایع بکنم؟ بس حواسمون باشه ابعاد مختلفی شخصیتی. یعنی بچه‌هامون رو تو مدرسات، خود مدرسه میگه، آقا خود سیستم میگه من میخوام که یک شهروند صالح تربیت بکنم. شهروند صالح یعنی چی؟ یعنی آقا یک وهمی رو در که ذهن ها ساختن، وطن، میهن، و برای این وطن و برای این میهن جان انسان ها تباه میشه. حالا یکی از این افرادی که میره کشته میشه، بهش بگیم آقا وطن یا میهن چی هست؟ نمیدونه. آیا وطن و میهن این خطه جغرافیایی هست؟
خب اگر این خطه جغرافیایی هست، تو این خطه تو چه حقی داری؟ یه تکی زمین داری؟ یعنی تو میری توی شهر خودت که جدن در جد آبادان تو این شهر هستی، قبل از اینکه کشوری به نام ایران باشه، توی بلوچ این زمینته، توی کرد این زمینته، توی ترکمن اینجا زندگی میکردی، توی لور اینجا زندگی میکردی، توی فارس اینجا زندگی میکردی. اون وقت نه رهبری بود و نه قبل از اینکه ایرانی اصلا وجود داشته باشه. خب این زمین مال کیه؟ مال تو است. تو میخوای اینجا زندگی کنی، آقا این قطعه زمین رو حکومت در تهران روش قیمت میذاره و این پول رو تو باید به اونا پرداخت بکنی. پس وطن این خطه جغرافیایی نیست. وطن چی هست؟ وطن اون رهبرایی هستند که در سر سلطنت. بله دیگه، وطن یعنی رهبر، وطن یعنی رئیس. شما چه هستی؟ برده. وقتی جنگ میشه، شما این دو بچهای شما که به کشته میشن. هیچ وقت بچه، حالا مثلا بین تاجیکستان و قرقیزستان جنگ شد، سر چی؟ سر مرزهایی که اصلا وجود نداره. کی کشته شد؟ طرفین، مسلمون قرقیزی، مسلمون تاجیکی. دو تا مسلمون همدیگه رو میکشن، هر دوشون میرن جهنم. دو تا مسلمونی که به جون هم افتادن، قاتل و مقتول در جهنم. قاتل به خاطر اونه که اون رو کشته، مقتول به خاطر اینکه می‌خواست اینو بکشه. یعنی هر دو تاشون در واقع قاتلن. این قاتلی هست که به هدفش رسید، اون قاتلی هست که به هدفش نرسید. هر دوشون هم جهنمی. برای چی می‌جنگید؟ چرا که مثلا دو تا طاغوت که این ملت رو به بردگی گرفتن، خوششون اومده که امروز یه تسلی بشه، یه خوشگذرانی بشه با خون ریختن. آقا مرزایی بود، آقا ما اینجا قاچاق رد و بدل می‌کردیم، خانواده رهبر رئیس جمهور قاچاق رد و بدل می‌کردن، این اونهای دیگه جلوشون رو گرفتن، مردم رو به کشتن میدن. چرا بچه‌های خودشون رو نمیبرن برای کشتن؟ اگر واقعا جنگی هست و میهنی هست و دفاع از میهن، چرا بچه‌های خودشون کشته نمیشن؟ چرا برادرای خودشون رو نمیفرستن اونجا کشته بشن؟ پس میفهمید آقا در بین ایران و عراق 8 سال جنگ بود، بیش از 4 میلیون انسان کشته شد. چند تا از اینا بچه‌های رهبرا بودند و بچه‌های صدام و بچه‌های این بر خمینی و مثلا خامنه‌ای و اینجور افراد. بچه‌های آقا مسئولین و رهبرای اینایی که مثلا ملت رو میچاپن، اینها توی کشورهای اروپایی اونجا عیش و عشرت می‌کردند و عشق حال می‌کردند. بچه‌های مردم اینجا آقا برید دفاع مقدس، برید خودتون رو به کشتن بدید، همشون مردن، میرفتن مردار میشدن، میرفتن جهنم. بس من دستور آقا جونته، جون رو خداوند متعال به تو داده، نباید بری ضایعش بکنی، حق نداری. تو خودت رو بکشی میری جهنم، خودت رو بکشی میری جهنم. چه برسه اگه بری کسی دیگه رو بخوای بکشی، که هم اگر اون رو کشتی میری جهنم، هم اون تو رو کشتی، هر دو تا تو میری جهنم. این جونت که مال خودت نیست، خودت رو درست نکردی، خداوند متعال تو رو آفریده. پس این سیستم آموزشی یک سیستم افلاقی، سیستم برده پروری است، سیستم برای ضایع کردن توانمندی های افراد، برای گول زدن افراد، برای ضایع کردن جامعه، برای کردن جامعه. خب من خانواده وقتی من چی میخوام تربیت کنم؟ من میخوام یک انسان صالح تربیت کنم، نه یک شهروند صالح. من میخوام یک انسان تربیت کنم، انسانی که بنده الله متعال هست، انسانی که به انسانیت ولقد کرمنا بنی آدم احساس میکنه که من کرامت داده شدم، من وظیفه دارم در قبال بشریت، من باید خودم رو بسازم و من مسلمونم و مسلمون یک وظیفه امر به معروف و نهی از منکر داره. کنتم خیر امه اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. شما بهترین امت ها هستید که برای بشریت انتخاب شدید، امر به معروف میکنید، نهی از منکر میکنید، جامعه رو میسازید. پس من میدونم که چی میخوام. حالا که من میدونم چی میخوام، باید همچین انسانی رو بسازم، همچین انسانی که هیچ وقت ظلم رو قبول نکنه، همچین انسانی که بدونه که آقا من جلوی یک طاغوت ظالم ایستادم، حرف حق رو زدم، منو کشت، اولا نمیتونه منو بکشه تا وقتی که اجل من نباشه. پس چرا بترسم از مرگ؟ چرا بترسم وقتی که اون مرگ تنها در اون صحنه میاد، در اون لحظه میاد که برای من مقدر شده از جانب الله متعال. اما من یک کاری دیگه میتونم بکنم که این مرگ رو شهادتش بکنم. این دیگه انتخاب منه و این نیاز هست که من این جرأت و شهامت رو در خودم ایجاد بکنم. کلمه حقی رو در جلوی ظالم میگیرید، ظالم رو پوست خوردش میکنی. اگر تو رو کشت با سید الشهدا حمزه
عموی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سید شهدا و سردار شهیدان احد همراه خواهی بود. یعنی خداوند متعال چه ارزش هایی به ما میده، چه پاداش های بزرگی رو میده. آقا من قتل دون ماله فهو شهید، من قتل دون ارضه فهو شهید. از دفاع از جانت کشته شدی شهیدی، از دفاع از مال و منالت کشته شدی شهیدی، از دفاع از ناموسش کشته شدی شهیدی. دیگه چه میخوای؟ اون وقت میای تابع یک برده یک سیستم میشی، یک نمیدونم وضع فراکتباری که تو جامعه ما داریم. نه. پس این ساختار شخصیتی که شخصیت من یک انسان مؤمن شخصیت کسی باشه که از هیچ کسی بیم نداره. لا تأخذه فی الله لومة لائم. این سیمای مؤمنان هست. مؤمن در راه الله و در راه رساندن تقویت دین الله و در راه سیادت الله و قوانین الله در امر به معروف و نهی از منکر، لا تأخذه فی الله لومة لائم، در راه رسیدن به رضایت الله از ملامت هیچ ملامت کننده‌ای هراسی نداره. حرف مردم براش مهم نیست، بیم دادن برای مهم نیست، به چی گفتن و چی تهدیدات براشون هیچ مهم نیست. این انسان مؤمنه. انسان مؤمن مثل کوه، مثل شیر درنده است، از هیچی بیم و هراسی نداره. اینجوری باید افراد تربیت بشن، در شجاعت، در دلیری، در شهامت، در افتخار به ارزش ها و در افتخار به بندگی الله متعال، در ایمانشون به الله متعال. پس ما نیاز داریم در کنار اونی که به اصطلاح بچه‌هامون رو میفرستیم مدرسه در یک بعد ریاضی بچه‌ها روشون کار میکنه، دو تا 4 تا، اما در ابعاد مختلف شخصیتی، در شهامت، در دلیری، در اعتماد به نفس، در افتخار به هویت، در شناخت هویت، در ایمان به الله متعال، در توکل بر الله متعال، در همه اینها این خانواده است که باید بچه رو مراقبت بکنه و ببینه کجا میره و چطور این رو بسازه، چطور هویتش رو بسازه، چطور قرآنش رو بسازه، چطور اخلاقش رو بسازه، چطور این بچه رو ولی تصنع علی عینی. خداوند متعال وقتی پیامبرش رو میسازه، پیامبرش رو زیر نظارت خودش میسازه. توی خانواده زیر نظارت الهی چطور بچه رو بسازی؟ این بچه‌ای که دیگه اون وقته که چیزی جلودارش نیست و به اصطلاح مفهوم زندگی رو میفهمه. ما باید این رو در نظر داشته. ببینید ما در این جنگ هستیم، جنگ بسیار وحشتناکی که دشمن، اهریمن، شیطانهای انس و جن با هم که توی انسان مؤمن رو مسخط بکنن، توی آزاده‌ای میخوان تو رو برده بکنن. این چه قوانین وحشتناکی رو در جامعه ما تحمیل میکنن به جوامع. آقا نمیدونم فحشا و بیبند و باری و بیا سوشل مدیا رو ببین چقدر هزینه میکنن تا تصاویر زشت، تا باورهای زشت، تا تعالیم زشت و ناهنجاری هایی که توی جوامع خودشون، افتضاحی که توی جوامع خودشون هست، اینا رو به من تو تزریق کنن، خانواده رو داغونش بکنن. ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید تمام این نیرنگ ها و خدعهای اینها رو خنثی بکنیم. یعنی کفرشون رو در بیاریم، کاری بکنیم که جیغشون به در بیاد، دادشون به هوا بیاد. این صفت مؤمنان هست. یعنی در سوره فتح وقتی خداوند متعال از یاران پیامبر سخن میگه، محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم، با کافران شدید و سختن، در میان خودشون رحیم و لطیف و بردبار و حلیم و دوست داشتنی‌اند. و میبینید یکی از صفات اینها رو چی میگه؟ لیغیظ بهم الکفار، که خداوند متعال میخواد که اونها، یکی از که اونها میکنن اینه که کافران رو جیغشون رو در میارن. یعنی کافر میاد خدعه و نیرنگ و برنامه و فلان میچینه، این همه اینها رو خنثی میکنه. اون میخواد به اهدافی برسه، اهدافش رو خنثی میکنه. این از بزرگترین اعمال صالح هست. در سوره توبه آیه 120 خداوند متعال ببین اعمال صالح رو چطور به ما نشون میده. ما کان لاهل المدینه و من حولهم من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله
ولا یرغبوا بانفسهم عن نفسه. وقتی که پیامبر و مؤمنان رفتن به غزوه تبوک، خداوند متعال میفرماید که اهل مدینه و اطرافیان مدینه اینا شایسته اینها نبود که اینها از رفتن با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و مشارکت در این جنگ سرباز بزنن. یعنی جان خودشون رو بیشتر دوست دارن از جان پیامبر، اولویت میدن برای زندگی خودشون در زندگی پیامبر. نه، این حق کسی نیست. ذلک بانهم، اونایی که رفتن و اونایی که در این مسیر میرن، ذلک بانهم لا یصیبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فی سبیل الله، اینایی که در راه الله حرکت میکنن، هیچ سختی، هیچ مشقتی، هیچ گرسنگی، هیچ تشنگی، هیچ کوچکترین سختی، کوچکترین غباری که تو چشمشون بره، کوچکترین خاری که تو پاشون بره، همش براشون اجر هست. ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، و نه اینی که یک کاری میکنن، یک حرکتی میکنن که جیغ کافران رو در میاره، کفر کافران رو در میاره. ولا ینالون من عدو نیلا، و هیچ ضربه‌ای به دشمن نمیزنند و هیچ غنایمی و خیری از دشمن نمیگیرند، الا کتب لهم به عمل صالح، مگر اینی که برای اون یک عمل صالح نوشته شد. یعنی هر یکی از این فعالیت های اونها در صحیفه اعمال اونها اعمال صالح است. مفهوم عمل صالح اینه. مفهوم عمل صالح در چه است؟ در حرکت به سوی تمکین و قدرت بخشیدن دولت اسلام. مفهوم عمل صالح آقا برای رسیدن به عزت و کرامت دولت اسلام و شوکت اسلام، هر گونه حرکتی که تو انجام میدی، هر گونه خستگی و مشقتی رو تحمل میکنی، هر گونه تلاشی که میکنی، این برای تو عمل صالح نوشته میشه. ما باید اینجوری تربیت کنیم فرزندانمون رو، اینجوری خودمون رو تربیت بکنیم که مسیر ما مسیر الان ببین بشریت در چه حالی است. از وقتی یک کتابی استاد ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه نوشتن خیلی مهم هست که ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، که جهان با شکست و با عقب نشینی مسلمان ها چه ضربه هایی رو دید. الان ببین جامعه بشری چقدر تشنه و داد میزنه که مسلمان شما کجایی؟ تشنه ما مسلمان هاست، در پی ما مسلمان ها میگرده جامعه بشری. جامعه بشری که به انحلال رسیده، جامعه بشری که به بردگی و فعالیت رسیده، نظام رأسمالی و نظام کمونیستی و نظام گاوپرستی و نظام های مختلف جامعه رو خرد کردن، انسان رو خرد کردن، انسان رو برده کردن. انسان شده موجود وحشی، کشت و کشتارها، دزدی بچه ها، قتل عام بچه ها و زن ها، تجاوز به زن ها، ظلم و ستم بر بچه ها و تجاوز بر بچه ها و چه بلاهایی که تو غرب نیست. الان هم که دیگه فحشا و نمیدونم هم جنسگرایی، یعنی کارهایی که حیوانات ازش عبا میبرزن. اینها همش به خاطر چه هست؟ به خاطر اینه که اون الگوی مسلمون وجود نداره. ما همش دعا میکنیم ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. خدای بار الها به ما و فرزندانمون خانواده هامون رو چشم روشنی و باعث افتخار ما قرار بده و ما رو برای دیگران، برای مؤمنان، برای متقیان امام و الگو قرار بده. یعنی ما میخوایم که برای متقیان امام و الگو قرار بگیریم، اما عموم جامعه ما باید برای کل جهان کفر الگو قرار داده بشه. کنتم شهدا علی الناس، یعنی شما باید گواه باشین، مردم ما رو ببینن و گواه دین تلقی بکنن و به طرف دین بیان. این نیاز هست که روی ساختار شخصیتی خودمون کار بکنیم. تربیت و تغییر برای ساختار به اصطلاح شخصیتی. این لب به موضوع امروز ما بود که چطور یک انسانی رو تربیت بکنیم که این انسان خودش رو بشناسه، هدفش مشخص باشه، هویتش مشخص باشه، بر دینش افتخار بکنه، در هر موقعیتی که قرار گرفت همون انسان باشه. یعنی خالد ابن ولید وقتی که سرلشکر سپاه اسلام هست، همون خالد ابن متواضع فروتن مجاهد ایثارگر هست که وقتی از اون بالا میندازنش و میشه یک سرباز صفر، همون جنگجوی دلیر شجاع متواضع فروتن مثلا خوش اخلاق و ایثارگر هست.
هیچ چیزی عوض نشد. یعنی جایگاه یونیفرم مکانت اون رو مشخص نمیکنه. اون چیزی که مکانت اون رو مشخص میکنه انسانیت اون هست و اسلامی که به اون افتخار میکنه و بندگی که در مقابل الله متعال داره. این موضوع بسیار مهمی است که امید هست همه بهش بها بدیم و اون رو بسازیم تا بشیم انسانهای الگو و نمونه برای جوامع خودمون و جوامع بشری. تا دیداری دیگر و نشستی دیگر همه شما عزیزان رو به الله منان میسپارم. الله شما را یار باد و یاور.